أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد. در آغاز این سوره مبارکه، سوره عنکبوت، ذکر گردید و عرض شد که در این سوره دو موضوع عمدتاً مطرح میشه. یکی این که در راه الله عزوجل تکالیف و مشقت ها و مصائب می آید، همیشه بوده و خواهد بود. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم بر همین پندار هستند، بر همین تصور هستند که هیچ امتحان و آزمایشی از سوی پروردگار نمیاد؟ قطعا میاد. این مطلب اول و مدعای اول بود. و دومین، کسانی که مؤمنین را اذیت و آزار میرسانند، اونها هم فکر میکنه خدا با اونها کار ندارد، اونها رها میشوند به حال خودشون، هیچ آسیبی، هیچ عذابی برای اونها نیست. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اینا فکر میکنند که از پیش ما در میرند، اونها فکر میکنند که به کارشون کاری نداریم. ساء ما یحکمون. اگه اینطور فکر میکنند بد فکر میکنند. بعد از اون الله تعالی بیان فرمودن که مؤمن وقتی که اعتقادی و ایمانی به ملاقات الله دارد، به روز آخرت دارد، روز معاد دارد، اون قطعا می آید. و هر کسی که مجاهده می کند، سختی تحمل می کند، اون برای خودش هست. از این به بعد آیه که خواندیم بشارت برای همون مؤمن هست. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند، لنکفر عنهم سیئاتهم، دو تا پاداش برایشون هست. یکی دفع مضرت، دوم جلب منفعت. اولین دفع مضرت، لنکفر عنهم سیئاتهم، ما سیئات را کفاره می گردانیم، یعنی جزای سیئات را. هیچ مشکلی، هیچ مصیبتی برای اونها نخواهد بود، همه را خداوند کفاره می گرداند. و دومین جلب منفعت هست، ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، اونها را جزای نیک میدیم، پاداش میدیم، پاداش بهترین اعمالی که اونها عمل میکردند. الله میفرما ما به اونها میدهیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. در ادامه علاوه از حق الله، توصیه به حق الناس که در رأس حق الناس حق والدین هست. اون را الله تعالی ذکر میفرماید. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما انسان را وصیت کردیم
که بعد از اطاعت خدا اطاعت والدین هست. نسبت به والدین رفتار خوب داشته باشند، رفتار نیک داشته باشند. اما اون اولین که حق الله هست اینقدر مهم است و اینقدر برجسته هست که اگر همین والدین که خدا وصیت کرده از این والدین حرف شنوی داشته باشید، اگر این والدین یه وقتی خدای ناکرده در مسیر غلط بودند و تلاش کردند که انسان بره در مسیر شرک، بره در مسیر کفر، در اون صورت نباید از همین والدین اطاعت کرد. و این جاهداک لتشرک بی، اگر اینا تلاش کردند هر دو تا که شما شریک بگیرید با من ما لیس لک به علم، اون معبودانی و اون خدایانی که نیست برای شما نسبت به معبودیت اونها هیچ نوع علمی، خدایان باطل، خدایان از کنم که پوچ، اگر تلاش کردن که اونها را با خدا شریک بگیری، فلا تطعهما، از این والدین اطاعت نکن، حرف شنوی داشته نباش. چرا؟ چون که بازگشت نهایی شما پیش من است. الی مرجعکم، فقط و فقط به سوی من است بازگشت شما. فانبئکم بما کنتم تعملون، اون وقت من شما را خبر میدهم اون چه که شما عمل میکردید. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لذا ادامه همون بشارت که الله میفرما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، لندخلنهم فی الصالحین، ما حتما اونها را داخل میگردانیم در صالحین. ببینید کسانی که عمل میکنند، عمل صالح انجام میدهند، اون خودش صالح است، ایمان دارد و عمل صالح. لندخلنهم فی الصالحین معنیش چیه؟ که اونها را در صالحین داخل میگردانیم. مفسرین میفرمایند که این صالحین یک درجه هست، یک مرتبه هست، مرتبه صالحین در بهشت. این مال دنیا نیست. لندخلنهم فی الصالحین یعنی در بهشت، در لیست صالحین و در اون مرتبه صالحین اینها را قرار میدیم. معلوم میشه که در بهشت صالحین یک جایگاه ویژه‌ای دارند و من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که صالحین باز دو مرتبه هستند، یکی در میان انبیا، یکی در میان عامه. معلوم میشه که همه اینها سلسله مراتبی در بهشت الله عزوجل دارند. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله. از این به بعد زجر هست بر منافقین. اولا عنایت داشته باشید که این سوره مکی هست، شما قبلا خواندید، و سوره مکی و آیه درباره منافقین. بر همین اساس مفسرین میفرمایند که منافق فقط در مدینه نبود، در مکه هم منافق بود، در مکه هم منافقینی بودند. این منافقین کیا بودند؟ اینا کسانی بودند که همینطور که این آیه گفته ایمان می آوردند اما سختی ها را تحمل نمی کردند، تا فشار می آمد دوباره به سوی کفر می رفتند، تذبذب داشتند در ایمان خودشون، دوباره مسیر شرک را انتخاب می کردند. اینها را قرآن میگه منافق. و حال ببینید مناسبتش با گذشته، ما در این سوره خواندیم، مثلا موضوع این سوره بود که ما سختی ها میاد، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم بر این پندار هستند که امتحانی نیست، امتحان هست. پس اینهایی که در مکه هستند امتحان وقتی که میآید بر نگردند، دوباره به سوی کفر نروند. اگر رفتن اینا منافقین هستند، لذا باید سختی ها را تحمل کنند، باید مشکلات را تحمل کنند. وقتی که از طرف الله تعالی امتحانی مقرر میشه، امتحانی میاد و در مقابل کفر سختی میکشیم، نباید اونجا ضعیف بشیم و اونجا در مقابل شکنجه ها و سختی های اونها زود برگردیم و زود عرض کنم که اقرار کنیم. همین الله تعالی میفرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردم هستن کسانی که میگوین آمنا بالله، ما به خدا ایمان داریم. فاذا اوذی فی الله،
زمانی که اذیت و آزار میشه درباره الله، یعنی درباره دین خدا، درباره توحید خدا. فی توحید الله تفسیر مدارک نوشته جعل فتنة الناس كعذاب الله، قرار میده او ایذای مردم را مثل عذاب خدا. مردم که اذیت میکنه، عذاب مردم کجا و عذاب خدا کجا؟ مردم اگر 4 تا شلاق میزنه خودشون خسته میشند، اونها این اذیت و آزار مردم را مثل عذاب خدا قرار میدند، یعنی تحملش نمیکنند. انسان در مقابل عذاب خدا تحمل ندارد، ولی اذیت مردم نسأل الله العافیه، ولی وقتی بیاد باید تحمل کرد. ای نزلوا ما یصیبهم من اذیتهم منزلت عذابه تعالی فی الاخره. این شکنجه، این مصیبتی که از سوی کفار میاد، این رب مثل چی قرار میده؟ اصلا گویی که در آخرت برایشون عذاب آمده، همین قد سخته برایشون، به همین خاطر تحملش نمیکنن. فجزعوا من ذلك ولم يصبروا عليه واطاعوا الناس وكفروا بالله تعالی. مردم که اذیتشون میکنه، داد و فریاد میکنند، صبر نمیکنند، اون وقت از همین مردم شکنجهگر اطاعت میکنند. وقتی که اطاعت بکنند دیگه کفر میکنند. لذا الله میفرماید جعل فتنة الناس كعذاب الله. اما همین این خصلت منافق همینه. همین فرد وقتی که برایش چی میآید؟ برایش نعمتی، برایش فتحی، ظفری، موفقیتی. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم. اگر یاری بیاید برای شما از جانب ربت، حتما میگویند ما با شما ایم در دین و ایمان و عقیده. اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. مگر خداوند نیست؟ این رد اون ادعایشون است، این که گفته انا معکم. مگر خداوند عالمتر نیست به اون چیزی که در دل همه عالمیان است؟ خدا از دلشون میدونه. اینا اگر مخلص باشن هم خدا میدونه، نیستند که اینطور زود برمیگردن. وليعلمن الله الذين آمنوا منكم وليعلمن المنافقين. این حکمت مصائب است. ما در گذشته خواندیم که مشکلات میاد، مصائب میاد. مصائب برای چی میاد؟ مگر خدای عزوجل قادر نیست جلوی مصائب را بگیرد؟ قطعا قادر است، ولی الله تعالی به وسیله مصائب مؤمن مخلص را و منافق مرائی را جدا میکند، مشخص میکند، ظاهر میفرماید. وليعلمن الله الذين آمنوا منكم. حتما الله ظاهر میفرماید. قبلا خواندیم علم به معنی ظهور است. کسانی را که ایمان آوردن، از شما خالصانه ایمان آوردن. وليعلمن المنافقین. و حتما الله ظاهر میفرماید منافقین را، یعنی ما فی صدور هؤلاء من النفاق و ما فی صدور المؤمنین من الاخلاص. اینا را خدا ظاهر میکنه، این مخلص او منافقین. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اینجا خدای تعالی سرزنش هم میفرماید و هم تخویف اخروی است برای کفار در مکه مکرمه شکنجه میدادند مسلمانان را، اذیت میکردند، و وقتی که استقامت مسلمانان را میدیدند، بعضی از اونها میگفتند که شما برگردید به همین دین گذشته، به دین ما برگردید. هر عذابی باشه، هر مصیبتی در آخرت باشه، ما به دوش بگیریم، ما به گردن بگیریم، ما اون را قبول میکنیم، بر ما بیاد، ولی شما برگردید به دین خودتون. خداوند عزوجل میفرماید وقال الذين كفروا. کفار گفتن للذین آمنوا، به مؤمنین که اتبعوا سبیلنا، دنبال کنید راه ما را، یعنی راه کفر را، راه شرک را. ولنحمل خطاياكم. این امر هست به معنی خبر است. ما باید حمل کنیم، یعنی حمل میکنیم گناهان شما را،
هر چی که گناه شما بدون شما برگردید. خداوند عزوجل میفهمه اینطور نیست که کسی از گناه دیگری حمل کند. ولا تزر وازرة وزر اخرى قبلا خواندید. اذا میفرماید وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء، نیستن آنها حامل از خطایا اونها هیچ چیزی از گناهان اونها حمل نمی کنند. انهم لکاذبون، همانا اونها دروغ گویند، در این قول خودشون دروغ میگویند. ولا يحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، حتما حمل میکنن بارهای خودشان را و بارهای همراه بارهای خودشون. ببینید همین الان خواندیم که وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء، و حال اینجا میخوانیم که حمل میکنن بار و گناه خودشون را و بارهای دیگر. وقتی که بارهای دیگر، در حالی که آیه قبل میگه بارهای دیگری حمل نمیکنن، به چه معناست؟ ببینید تطبیق بین این دو آیه اینه که این کافر مضل، این کافری که او را گمراه کرده، بار او را، بار گناه او را، کفر او را، شرک او را به دوش نمیگیرد، اما خودش دو برابر بار به دوش دارد. هر دو برابرش مال خودش است. یکی همین که گمراه بود، ضال بود، و یکی این که دیگری را گمراه کرد، مضل بود. پس دو بار به این معنی هست، نه اینکه گناه او را به عهده بگیرد. گناهی که او را گمراه کرده، گناه مضلیت را، یکی گناه ضال است و یکی گناه مضل بودن است. ولا يحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، حتما حمل میکنند اینها بارهایشان را و بارهای دیگری هم را با بارهایشان. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، در روز قیامت حتما بازخواست میشند، حتما سوال میشند. عما كانوا يفترون، از آنچه که افترا میگفتند، دروغ میگفتند که بار گناه شما به دوش ما، از این دروغشون، از این افترایشون بازخواست میشن، سوال میشن. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. ما در آیات گذشته خواندیم که مشکلات هست، مصائب هست، سختی ها هست، لذا سختی ها را باید تحمل کرد. در این سوره همین میخوانیم که برداشت کنید مؤمنین، تحمل کنید. و موضوع دوم این بود که اونهایی که برای مؤمنین مشکلات میارند، آفت میارند، مصیبت میارند، اونا فکر نکنند در میرند، اونا فکر نکنند به حال خودشون رها میشند، اونا را خدا هم به اشد مجازات گرفتار میکنه. حال از این به بعد نمونه میخوانیم، نمونه که ببینید مؤمنین گذشته چه مشکلاتی تحمل کردند. در رأس سیدنا نوح علیه السلام، سیدنا نوح را الله تعالی در این آیه میفرماید فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، در میان اونها 1000 سال ماند، 50 سالش کم، 950 سال. 950 سال قبلا گفتنش آسان است، به زبان آوردنش سبکه، اما وقتی که انسان نگاه میکند واقعا این مدت طولانی زجر کشیدن، رنج کشیدن سخته. 950 سال نه، 9 سالش هم انسان نمیتونه. یکی 1 سال تو زندان، 2 سال تو شکنجه است، اصلا تحمل نداره، میگه 2 سال تمام من سختی کشیدم. این پیامبر الله 950 سال همش با مردم کلنجار رفت، همش جواب رد شنید، همش توهین شد، همش تمسخر شد و همش مردم پشت دادند. لذا ببینید مصائب در راه خدا، اونایی که تحمل کردند چگونه تحمل کردند. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه،
همانا ما فرستادیم نوح را بسوی قومش فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، ماند در میان اونها 1000 سال مگر 50 سال کم. فاخذهم الطوفان، این متعلق به مدعای دوم است. مدعای دوم چی بود؟ هم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کسانی که بد عمل میکنن فکر میکنن از پیش ما، از عذاب ما در میرند. نه، فاخذهم الطوفان. ببین اونها را چطور مؤاخذه شدن، چطور خداوند مؤاخذهشون کرد. و هم ظالمون، در حالی که اونها و هم ظالمون و هم مشرکون. ابن عباس میگه فانجیناه، این نتیجه تحمل هست، نتیجه صبر هست، نتیجه استقامت هست. متعلق به مدعای اول سختی میاد، اما نهایتش نجات، نهایتش آزادیه. فانجیناها هو اصحاب السفینه، ما او را نجات دادیم و اهل کشتی را هم نجات دادیم. و جعلناها آیة للعالمین، ما قرار دادیم اون را آیه و نشانی برای همه جهانیان، درسی برای همه جهانیان. تا به امروز هر واعظی، هر مقرری، هر نویسنده، کاتبی به عنوان الگو داستان نوح را و غرق قوم نوح را و هلاکت اون را ذکر می کند. بس وجعلناها آیة للعالمین. و بعد از نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام، برای ایشون هم سختی آمد، برای ایشون هم مشکلات آمد، مشکلاتی که ابراهیم تحمل کرد. اینا واقعا الگو هستند، اینا نمونه هستند. مشکلاتی که ابراهیم تحمل کرد چقدر زیاد بود. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، ابراهیم زمانی که به قومش گفت ای قوم من فقط و فقط الله را عبادت کنید، واتقوه، از او بترسید، شرک نکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است. این یعنی چه؟ ترک شرک و عبادت محض الله. این برای شما بهتر است اگر شما بدانید. چرا؟ چون که شما که شرک میکنید، نه این دروغیه که شما خودتون درست کردید، شما خودتون خلقش کردید. انما تعبدون من دون الله اوثانا، جز این نیست آنهایی که شما بغیر از الله عبادت میکنید بت‌های هستند. و تخلقون افکا، و ایجاد میکنید دروغی را سرهم کردید. ان الذين تعبدون من دون الله، همانا آنهایی که شما پرستش میکنید به جز الله، اونا کاری هم نیستند، قدرتی هم ندارند، مالک رزق شما هم نیستند. لا یملکون لکم رزقا، برای شما مالک رزق نیستند، یعنی هیچ نوع عطایی. ببینید هرچی رزقه، هرچی خدا بده اون رزقه. شما دعا میکنی اللهم ارزقنی علما نافعا، همین علم هم یک رزقیه، مال رزقیه، توفیق رزقیه. رزق به معنی عطا، اونا هیچ عطایی را نمیتوانند بدند. فابتغوا عند الله الرزق، رزق را، بخشش را، عطا را پیش خدا طلب کنید. واعبدوه، فقط الله را عبادت کنید. واشکروا له، شاکر او باشید، شکرگزار او باشید. چرا؟ الیه ترجعون، فقط به سوی او برگردنده میشوید. بازگشت شما، رجوع شما به سوی الله عز و جل است. و در ادامه تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم، اگر شما تکذیب میکنید اشکالی ندارد، پیشینیان هم تکذیب کردند، اممی قبل از شما هم تکذیب کردند، اونها هم پیامبرانشون را انکار کردند، دعوتشون را رد کردند. اما کار پیامبر ما این نیست که شما را بالاجبار هدایت کند، شما را بالاجبار مؤمن کند.
وما على الرسول الا البلاغ المبین، بر رسول نیست مگر رساندن آشکار، شفاف، واضح پیام الله عز وجل را برساند. اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلك على الله یسیر. در اینجا الله تعالی استدلال ذکر می فرماید. این استدلال عقلی هست بر بعثت، بر زنده شدن بعد از مرگ. الله می فرماید زنده شدن بعد از مرگ را قیاس کن بر زنده شدن در ابتدا. در ابتدا کی خلق کرد؟ الله. الله توانایی خلق اولی را داشت، آیا توانایی خلق دوم را ندارد؟ به طریق اولا. اولم یروا، نمی بینن کیف یبدئ الله الخلق، ابداع یعنی از آغاز بدون الگو، چگونه الله تعالی ابتدان پیدا کرد مخلوق را، ثم یعیده، پس او برمیگرداند مخلوق را دوباره درست میکند. ان ذلك علی الله یسیر، اعاده بر خداوند آسان است، همون گونه که ابتدا بر خدا آسان بود. الله عزوجل نه اعاده برش مشکل است نه ابتدا برش مشکل است، هر گاهی با یک کن ایجاد میکند. اما شمایی که انکار میکنید، شمایی که باور ندارید، شمایی که قبول ندارید، برید بگردید اقوام گذشته قبل از شما، کسانی که منکر بودند، کسانی که نپذیرفتند، انجام و عاقبتشون چی شد؟ شما نمی ترسید از اون انجام؟ قل سیروا فی الارض، بگو سیر کنید در زمین، فانظروا، ببینید، تماشا کنید، کیف بدأ الخلق، چگونه الله تعالی از ابتدا آغاز خلق را آغاز کرده. یعنی ابتدا، این یک استدلالی هست الله تعالی ذکر می‌فرماید، استدلال حسی می. خودتون برید خلق را نگاه کنید و یک روزی همین نبود، چطور الله پیداش کرد؟ اون استدلال قیامت نبودی؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، سپس الله ایجاد میکند ایجاد دیگری، پیدا کردن دیگری. ان الله على كل شيء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر است، این علتش هست. لذا وقتی که پیدا بکند خدای عزوجل اون وقت بدون هدف پیدا نمی کند، پیدا بکند برای جزا پیدا می کند، برای کیفر اعمال پیدا می کند، برای عذاب دادن. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، عذاب میده هر کسی را که بخواد و رحم میکنه بر هر کسی که بخواد. و الیه تقلبون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، نیستی شما عاجز کنندگان الله در زمین و نه در آسمان، نمیتوانید شما غائب بشید، نمیتوانید مخفی بشید. وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر، برای شما بجز الله نیست هیچ حامی، هیچ کارسازی نیست، ولا نصیر، و هیچ مددگاری و یاوری نیست، بغیر از الله هیچ که نیست. والذین كفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمته. و حال این مصداق یعذب من یشاء، شما الان خواهد یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. یعذب من یشاء کیه؟ والذین کفروا بآیات الله، کسانی که کفر کردن نسبت به آیات الله و لقائه، و نسبت بالخصوص به ملاقات الله، بالخصوص زنده شدن بعد از مرگ. اولئک یئسوا من رحمته، اینها در اون روز دیگه ناامیدند از رحمت من. کفر کردن بالاتر از کفر جرمی وجود نداره. و اولئک لهم عذاب علیم، اینها برایشون عذاب دردناک است. فما کان جواب قومه، ببینید این تتمه داستان ابراهیم است. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله الى آخره. این تمام سخنرانی ابراهیم بود. در وسط آمد جمله معترضه، اما
ابتدا ما سخنرانی ابراهیم را داشتیم که ای مردم، اینایی که شما پرستش میکنید اینها تراش دست خود شما هستند، خلق دست خود شما هستند، اینا خلق افکی هم هستند، دروغ هستند، شما خودتون درست کردید. اما با این سخنرانی بلیغ، با این استدلالات قانع کننده ابراهیم علیه السلام، پاسخ قوم چی بود؟ قوم آیا قانع شد؟ پذیرفت؟ الله می فرماید فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. جواب دیگه نبود مگر گفتم بکشید او را یا بسوزانید. خلاصه برای سوزوندنش تدبیر کردند، آتش افروختند، آتش روشن کردند. فانجاه الله من النار، الله او را از آتش نجات داد. آتش داخل آتش رفت، اما در داخل آتش سالم، تندرست، بدون یک خال سوختنی برگشت. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. در این انجاء ابراهیم و معجزه‌ای که برای ابراهیم شد آیات بیشماری هست، نشاناتی هست، نشاناتی دال بر قدرت الله، دال بر وجود الله. اما برای قومی که ایمان میارند، کسانی که ایمان نمیارند توجیهات غلط میکنند، توجیهات نادرست میکنند، مثلا میگن جادو فلان. اما ابراهیم علیه السلام به اونها چی گفت؟ الان این گفته ابراهیم چه قبل از دخول نار است چه بعد از دخول نار است. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. ابراهیم فرمود جز این نیست که آنچه که شما گرفتید بغیر از الله بت‌هایی هستند. این بت‌ها مودت بینکم، اینها برای این مفعول له است، اینها برای دوستی بین شما در زندگی دنیا. یک وجه مشترکی دارید، با هم دوست میشید، با هم ارتباط برقرار میکنید به خاطر همین بت‌ها در زندگی دنیا. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. اما در روز قیامت همدیگر را انکار میکنید، بر علیه همدیگر اقدام میکنید. یکفر بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی دیگر را کفر میکند و نمیپذیرد. و یلعن بعضکم بعضا، بعضی ها بر بعضی لعنت و نفرین میفرستند. اونجا میگید که خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب، دو برابر عذابش بده که من گمراه کرد، من بیراه کرد. در روز قیامت بر علیه هم دیگه میشید. و مأواکم النار، جایگاه شما آتش است. و ما لکم من ناصرین، برای شما هیچ یاوری نیست، هیچ نصرت کننده ای نیست. لذا در روز قیامت وضع شما خوب نخواهد. علی ای حال، ابراهیم علیه السلام وقتی که این تبلیغ را کرد کسی دیگه ایمان نیاورد بغیر از لوط برادرزادش. فآمن له لوط به ایمان آورد و قال انی مهاجر الی ربی. ابراهیم علیه السلام گفت من هجرت میکنم الی ربی، یعنی الی امر ربی، الی حکم ربی، به هر سمتی و به هر جهتی که رب من به من دستور بده. لذا از اونجا هجرت کرد، از عراق آمد به سمت شام، به سمت شام آمد و همسرش ساره را و امتیش لوط را برداشت و اینا 3 نفری آمدند. تو بعضی تفسیرات که حضرت لوط خانمش هم همراه بود، اگر اونجا خانمی داشته اون خانم همراه بود، اما بعدا از اون قوم لوط یک خانم دیگری که اون خانمش کافر بود، منافق بود، خواندید. انه هو العزیز الحکیم، همانا اون ذات حق هم غالب هست و هم کارهایش حکمت. ببین چه حکمتی در چی بود؟ در همین هجرت ابراهیم.
به برکت همین هجرت است امروز هم در دنیا و در طول تاریخ دو تا مرکز بزرگ ایمان و مرکز دین ایجاد شد، یکی بیت المقدس و یکی بیت الله. این به برکت همون هجرت بود. لذا الله می فرماید وقتی که هجرت کرد ما بهش عطا کردیم. سختی تا هجرت است. بعد از اینکه هجرت میکنه انسان، بعد از اون فراخی شروع میشه، بعد از اون خواسته ها را الله تعالی برآورده میکنه، هرچی مطابق میل میشه. قبلا هیچ فرزندی نداشت، الان خداوند چند فرزند بهش داد. اول اسماعیل را داد، بعدا اسحاق را، پشت سر اسحاق بشارت یعقوب را هم داد. دیگه فرزندانی که اینجا ذکرشون نیست، عرض کردم بعضی میگن فرزندان ابراهیم 6 تا هستن، بعضی 8 تا میگوین. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به او بخشیدیم اسحاق را و بعد از اسحاق یعقوب را. و جعلنا فی ذریته النبوة والکتاب، این پاداش دوم، ما قرار دادیم در اولاد و در نسل او هم نبوت را و هم کتابهای آسمانی را هم فرستادیم. و آتیناه اجره فی الدنیا، و اجر او را و پاداش او را در دنیا دادیم، یعنی قرب الله. ابراهیم هم نام نیکی در دنیا دارد و هم قرب الله را حاصل کرد و اجرش همین که تمام انبیا بعد از ابراهیم از نسل ابراهیم، از این امتیاز بیشتر. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، همانا ابراهیم در آخرت از صالحین هست. از صالحین عرض کردم این درجاتی هست، مراتبی هست در میان انبیا، اونم در بهشت. لذا ابراهیم در اون مراتب بالا بالا است که در میان صالحین است. اما برادرزادش لوط، اون را برای شهر دیگر مبعوث کردیم به عنوان پیغمبر، برای شهر اموره و صدوم. ولوطا اذ قال لقومه، وقتی که به اون قومش گفت، اون قومی که از اونها زن گرفته بود، در اون میان اونها ساکن بود، انکم لتأتون الفاحشه، شما مرتکب فاحشه میشید. چنان فاحشه و چنان عمل منکر و بی‌حیایی که ما سبقکم بها من احد من العالمین، در این چیز از شما سبقت نگرفته و پیشی نگرفته هیچ یکی از عالمیان، که همون همجنسگرایی هست، تمایل به جنس موافقه. هیچ کسی در دنیا در عالمین این کار را نکرده. این فسادی که در میان شماست، خدای تعالی وقتی که انسان را و فطرتش را به سبب گناه و معاصی بیش از حد خراب میکنه، و از همون مسیر انسانی بماند که از مسیر حیوانی هم خارج میشه. لذا این فاحشه چیه؟ بیان فاحشه. اینکم لتأتون الرجال، آیا شما پیش مردان میایید، و تقطعون السبیل، تقطعون السبیل یعنی قطع راه میکنید، راه ها را میبندید. راه ها را میبندید برای چی؟ بعضی گفتند که 2 تا مریضی داشتند، یکی همین همجنس بازی هست، عمل لواط هست، و یکی اینکه قطاع الطریق بودند، راهزن بودند. و تقطعون السبیل یعنی قطاع الطریق، هكذا في الدر عن ابن زید. اما دومین توجیهی که ذکر کردن مثل همون اولی هست. اولی چی بود؟ لتأتون الرجال تقطعون السبیل، به همین منظور راه را میبردید که اگر مسافری، اگر افرادی که به دردتون بخورد، با اونها را بالاجبار با اونها همین عمل را انجام میدید. تقطعون السبیل به این معنی هست. بس بعضی گفتن تقطعون السبیل بالقتل و اخذ المال كما هو عمل قطاع الطريق، این یک تفسیر. وقیل اعتراضهم السابله بالفاحشه، در راه معترض می شدن، هر کس که می گذشت با او همین عمل بی‌حیایی را انجام می دادن. و تأتون فی نادیکم المنکر، در جلسات خودتون منکر انجام میدید. ببینید این یک مرض دیگه بود.
انسان وقتی که عرض کردم از حد و از مسیر خارج بشه نمیدونه نیاز جنسی خودش را چطور برآورده بکنه. اینها نه اینکه بعضی در گذشته فساد داشتن، فساد اخلاقی، اما فساد خودشون را مخفیانه انجام میدادن. اینها فساد خودشون را علنی جلوی چشم هم دیگه انجام میدادن، چیزی که امروز در دنیای کفر هست که هر فسادی انجام میدن جلوی چشمان هم دیگه انجام میدند، با هم انجام میدند، همدیگر را میبینند. اینها هم همین را داشتند. و تأتون فی نادیکم المنکر، در جلسات خودتون بی حیایی میکردید. در جلسات خودتون ای اتیان الرجال فی مجالسهم یرا بعضهم بعضا، افرادی که با اونها این کار را میکردن در مجالس می آوردن و جلوی هم دیگه انجام میدادن. تأتون فی نادیکم المنکر به این معنی هست. اما لوط علیه السلام وقتی که این قباحتها را، شناعتها را، زشتیها را به قوم گوشزد کرد و یادآوری کرد، قوم چه جوابی داد؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله، نبود جواب قوم مگر گفتم بیار عذاب خدا را، ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی. لذا لوط علیه السلام هم دعا کرد، خودشون خواستن. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، گفت بار اله مرا یاری کن بر قوم مفسد که هم اعتقادا فساد داره، کفر و شرک داره، هم عملا فساد داره، این فساد اخلاقی را داره. حال عذاب میاد. خواندیم نحوه عذاب را، به ترجمه اکتفا میکنیم. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، ابتدا پیش ابراهیم آمدند. زمانی که فرستادگان ما پیش ابراهیم بشارت آوردند، خوشخبری آوردند و بعد از خوشخبری بهش گفتند قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، گفتم ما هلاک میکنیم اهل این قریه را، یعنی صدومیها را. ان اهلها كانوا ظالمین، همانا اهل اون قریه ظالم هستند، ستمگر هستند، خیلی ظلم میکنند. ابراهیم علیه السلام ابتدا دغدغه برادرزاده خودش را داشت. قال ان فیها لوطا، ابراهیم گفت در میان اونها لوط است. قالوا نحن اعلم بمن فیها، ما بهتر میدانیم چه کسی اونجاست. لوط و پیروان لوط لننجینه، همه را ما حتما نجات میدیم، و اهله، اهل لوط را، عیال لوط را، الا امرأته، مگر خانمش را، همسرش را، کانت من الغابرین، او هست ماندگاران است، کسانی که باید اونجا بماند. لذا فرشته از ابراهیم خداحافظی کرد و پیش لوط علیه السلام آمدند. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، زمانی که رسول ما، فرستادگان ما پیش لوط آمدند، سیء بهم یعنی بسبب اونها غمگین شد. سیء یعنی حزنه، غمگین شد، پریشان شد که این مهمانان اینا چرا آمدند. قوم با خبر بشه الان قوم هجوم میاره، نمیشناخت فرشتن. سیء بهم و ضاق بهم ذرعا، تنگ شد به سبب اونها سینهش یعنی قلبش گرفت، سینهش تنگ شد. و قالوا لا تخف ولا تحزن، عاقبتا اون فرشتگاه آخر امر گفتن لا تخف، نترس و غمگین نباش، انا منجوک و اهلک، همانا ما تو را هم نجات میدیم و اهل تو را، الا امرأتک، مگر زنت، کانت من الغابرین، هست از کسانی که میماند، از ماندگاران هست، بقیتون را نجات میدیم. انا منزلون على اهل هذه القريه، همانا ما نازل میکنیم بر اهل این قریه، رجزا من السماء، عذابی از آسمان، بما كانوا يفسقون، این علت عذاب است بسبب فسقشان، تمردشان، سرکشی که اینها دارند. الله می فرماید ولقد ترکنا منها آیه بینة لقوم یعقلون، همانا ما گذاشتیم از اون قوم آیه روشنی برای قومی که عقل دارد،
آیه و نشانی روشن چیه؟ همون آب سیاه هست، دریای بحر میت میگند، بحر لوط هم میگند. امروز هم شما برید این نشانی هست، جای اونها، آثار اونها، دریای درست شد، دریاچه ای که این دریاچه لجن است، سیاه است، متعفن است، عمقش هم خیلی زیاد هست. الله تعالی این را گذاشت. این در واقع یک درسی هست. و الی مدین اخاهم شعیبا. اینا همه در واقع متفرع میشن بر اول، که کسانی که بر مدعای دوم، کسانی که عمل سوء انجام میدن، ظلم میکنن، ستم میکنن، یعملون السیئات هستن، اونا فکر نکنن یسبقونا، از عذاب ما فرار میکنند، از دست ما در میرند. و الی مدین اخاهم شعیبا، بسوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. فقال یا قوم اعبدوا الله، حضرت شعیب گفت ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید. وارجوا اليوم الاخر، وارجوا اليوم الاخر یعنی واخشوا اليوم الاخر، از روز آخرت بترسید، از روز معاد بترسید. ای اخشى اليوم الاخر و خافوا، بترسید. ولا تعثوا في الارض مفسدین، نگردید در زمین فساد کنان، مفسد نگردید، مصلح بگردید، فساد نکنید. اما فکذبوه، این پیامبر را هم تکذیب کردند. فاخذتهم الرجفه، اونا را رجفه گرفت. رجفه از زلزله الشدیده، اون زلزله سخت. و بعضی گفتن رجفه یعنی صیحت جبرائیل، اون جیغ جبرائیل، فریاد جبرائیل. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمین، اونها در خانه خودشان سرنگون افتادن. جاسم یعنی بزانو افتادن یا به دهان افتادند. لذا همه اینها، ببین اینا همه متفرع هستند بر همون ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کسانی که عمل بد میکنند. قوم نوح را خواندید، بعد از اون قوم لوط را خواندید، الان قوم مدین را خواندید، قوم عاد و ثمود را میخوانید، قوم فرعون قارون را میخوانید، فرعون را میخوانید، هامان را میخوانید. همه اینها در واقع متفرع بر همون هستند که اینها بد عمل کردند در دنیا، اما از پیش ما در نرفتند. تک تکشون الله زد به اونها، مؤاخذهشون کرد. فکذبوه و عادا و ثمود، قوم عاد و قوم ثمود. وقد تبین لكم من مساکنهم، برای شما واضح است، برای شما اهل مکه مساکن اونها، خانه های اونها همیشه میرفتن میدیدن در هر سفری. و زین لهم الشیطان اعمالهم، دلیل گمراهی آراسته کرد برای آنها شیطان اعمالشان را. فصدهم عن السبیل، اونها را از راه خدا، از راه توحید باز داشت. و کانوا مستبصرین، اینا بودن چشماشون باز بود، یعنی دارای عقل و بصیرت بودند، فهم و درک بودند، ولی بالاخره این نجاتشون نداد، چون خودشون را از وحی الهی مستغنی ساختند. و همچنین و قارون و فرعون و هامان، قارون و فرعون و هامان اینها را هم پیش اینها موسی آمد. ولقد جاءهم موسی بالبینات، موسی پیش اینها با بینات آمد، با معجزات آمد. فاستکبروا فی الارض، همه اینها تکبر کردند در زمین. و ما كانوا سابقین، اینها سابقین نبودند. سابق قبلا خواندیم ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اینهایی که اعمال بد انجام دادن میپندارن که سابقین میشن، یعنی از دست ما در میرند، اونا میشن سابق و ما میشیم مسبوق. شما دو نفر با هم مسابقه بدید، یکی میشه سابق، دیگری عاجز، دیگه نمیرسه به او.
لذا و ما كانوا سابقین، اینا سابقین نبودن که ما را عاجز کنند، از پیش ما در برند، بتونن نجات پیدا بکنن. نه، همه را مؤاخذه کردیم. سبحان الله. این آیات واقعا تکان دهنده است، چون در این آیات خدای عزوجل عذابها را ذکر می‌فرماید، انواع عذابها در طول تاریخ برای انسانها، چه انسانهای قوی، چه انسانهای قدرتمند، چه انسانهای ثروتمند. الله می‌فرماید فکلا اخذنا بذنبه، همه و همه را ما مؤاخذه کردیم به سبب گناهش. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضی از اونهایی هستند که ما طوفان سنگ را فرستادیم. مثل چی؟ مثل قوم عاد، ان ارسلنا علیهم حاصبا. لذا و من ببخشید مثل قوم لوط، ان ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر، شما خواندی در سوره قیامت. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی از اینها کسانی بودند که صیحه اونها را گرفت، مثل قوم ثمود. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی از اونها بودند در زمین خسفشون کردیم، فرو بردیم، مثل قارون. و منهم من اغرقنا، بعضی از اینها اونهایی بودند که ما غرقشون کردیم، مثل فرعون و هامان. این همه انسانها نابود شدن، ظلم نیست. الله میفرماید و ما کان الله لیظلمهم، الله نبود که بر آنها ظلم کند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنها بودن بر خودشون ظلم میکردن، خودشون بر خودشون ستم کردن، این راه عذاب را و راه نابودی را خودشون انتخاب کردند. انبیا گفتند، خیرخواهی کردند، گوشزد کردند، 1 سال نه، 2 سال نه، 10 سال، 40 سال، 50 سال، بیشتر و کمتر انبیا تبلیغ کردند، ولی اینها خودشون این راه را انتخاب کردند. بس ببینید تا اینجا همون مضمون بود، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، اینا در نرفتند، اینا را خدا مؤاخذه کرد. مثل الذين اتخذوا من دون الله، از اینجا الله تعالی یه مثالی بیان می‌فرماید، مثالی برای سستی و ضعف عبادت غیر الله. یعنی این مسیر عبادت غیر الله خیلی مسیر سستیه، راه بسیار ضعیفیه که انسان را به هیچ جایی نمیرسونه. اینا تمام این مریضی ها را داشتن، این مظالم و ستم ها را داشتن، این فسادات را داشتن، اما جرم بزرگترشون شرک بود. غیر الله را عبادت میکردن، غیر الله پرستی بود. حالا الله تعالی برای غیر الله پرستی مثال ذکر میفرماید. الله میفرماید مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، مثال کسانی که گرفتن غیر از خدا دیگران را کارساز. ببین من دون الله نگفته، مثال کسانی که بت‌ها را کارساز گرفتند، بحث بت نیست. من دون الله، هر غیر الله را که انسان ولی خود، حامی خود، مشکل گشا و حاجت روای خود بداند، مشمول این آیه هست، مصداق این آیه هست. اتخذوا من دون الله اولیاء، هم قبلا خواندیم جمع ولی هست، ولی بمعنی حامی، ناصر، کسی که دستم را بگیرد. اونهایی که غیر از الله دیگران را حامی و کارساز خود گرفتند، کمثل العنکبوت، مثال اونها مثل چیه؟ عنکبوته. یعنی اینها هیچ راه گریزی و راه نجاتی ندارند، راه حفاظتی ندارند. این عبادت غیر الله اونها را حفاظت نمیکنه، اونها را نجات نمیده. همونطوری که عنکبوت اون خانه سستش و اون تاری که اون میبافت، اون تار اون را نجات نمیده. اون خانه، ما بقیه خانه های درست میکنیم، خانه های مستحکم تری هستند، نسبتا در مقابل خیلی آفات حفاظتمون میکنن. باد بیاد این خانه خوبه، باران بیاد خوبه، سردی، گرمی، بسیاری از حوادث این خانه ها میتونند که یک
عرض کنم دافعی باشند. اما بیچاره عنکبوت خانهش نه او را سردی نجات میده، نه از گرمی نجات میده، نه از باد نجات میده. هر مشکلی بیاد اون خانهش خراب میشه و اون عنکبوت آسیب پذیر است. لذا الله می فرماید اتخذت بیتا، این عنکبوت برای خودش خانه درست کرده. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، همانا سسترین و ضعیفترین خانه ها خانه عنکبوت است. از همه خانه ها ببین، خانه مورچه از او بهتر است، خانه پرنده از او بهتره. خیلی بقیه حیوانات که درست میکنن چقدر محکم هم درست میکنن. بعضی ها چنان لانه برای خودشون درست میکنن آب نفوذ نمیکنه، چنان اصلا میبافند این خانه خودشان را که آب، هوا، باران، طوفان در داخلش نفوذ نمیکنه. اما عنکبوت نه. لو کانوا یعلمون، کاش اینها میدانستند، اینهایی که غیر الله را عبادت میکنند میدانستند که این عبادت از هیچ چیزی اونها را نجات نمیده. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، الله تعالی میداند آن چیزی که اینها میخوانند بغیر از الله، از هر چیزی خدا میداند. لذا مثالی که خدا بیان میفرماید بر اساس علم است. و هو العزیز الحکیم، الله غالب است و کارهای الله همراه با حکمت و توأم با حکمت است. و تلک الامثال نضربها للناس، این مثال ها امثال همین مثال، این مثال ها را ما بیان میکنیم برای مردم، برای فهم مردم، برای نفع مردم. للناس لام لام انتفاع است، برای فایده مردم. اما از این مثال ها چه کسانی فایده حاصل میکنند؟ و ما یعقلها الا العالمون، درک نمیکنه این مثال ها را مگر عالم ها، عالمون بالتوحید، اونایی که معرفت خدا دارند، نسبت به خدا شناخت دارند. خلق الله السماوات والارض بالحق، در این آیه الله تعالی بعد از این مثال دلیل عقلی بر الوهیت خودش، بر معبودیت خودش. آخه غیر خدا معبود نیست، معبود اونی که آفریدگار است، اونی که آسمان و زمین را خلق کرده، اونی که یکی از آثار قدرتش را شما ببینید، چنانچه الله تعالی قدرتش را هر روز میبینید. خلق الله السماوات والارض بالحق، الله آفریده آسمان ها و زمین را برای اظهار حق آفریده، حق را اثبات کند. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، همان در همین اینها آیه و نشانی است برای مؤمنان. خب پس این مثال بود و هم دلیل بود، برای مثال برای توهین و سستی مسیر شرک و دلیل برای اینکه عرض کنم که معبود فقط الله است چون خالق است. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، حال این دلیل وحی است. به پیغمبر گفته میشه ای نبی من اون چی که از کتاب به شما وحی میشه شما تلاوت کن. این اتلو امر بقایی هست، یعنی به تلاوت ادامه بده، خسته نشو. کما فی السابق تلاوت کن و اقیم الصلاة. اما ببینید چیزی که انسان را کمک میکنه رابطه با خداست، نماز هست. و اقیم الصلاة، نماز را برپا بدار، این امر مصلح است. میخوای در مسیر در کارت موفق بشی، نماز زیاد بخون. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ترغیب هست. همانا نماز باز میدارد از فحشا و منکر، نماز باز میدارد از فحشا و منکر. چطور باز میدارد؟ عرض کنم که بعضی ها اینجا اعتراض میکنند، میگویند که خیلی نمازها هستند که باز نمیدارد. آقا نماز میخوند معصیت هم میکند، نماز میخواند کلاهبرداری هم میکند، نماز میخواند حق مظلوم را هم پایمال میکند. بس چطور نماز میگه باز میدارد؟ جوابش را دقت بفرمایید، چند تا جواب داره، من اونی که عمده تر از خدمت شما عرض میکنم. جواب اصلی اینه
که حقیقتا نفس نماز اگر نماز باشه باز می‌دارد. نماز اگر نماز واقعی باشه چی؟ باز می‌دارد. هر کسی که نمازش او را باز نمی‌دارد اون نماز نمازی نیست. شما دکتر تشریف میبرید، دکتر میرید، دکتر برای درمان شما دارو میده، این داروها را به این شکل مصرف کن، شرایط مصرف را میگه، قبل از غذا باشه، بعد از غذا باشه، چند مرتبه باشه، با آب زیاد باشه، عرض کنم با این فاصله باشه، دستوراتی که دکتر میده بعضی ها عمل نمیکنه اون دستورات را. بعد میبینن که این دوا را خوردن، مثلا یک داروی هست سر 8 ساعت بخورش، این دارو را امروز میخوره، 2 روز دیگه بیادش میاد دوباره میخوره، این دارو اثری دارد؟ ندارد. این دارو خوبت نمیکنه. خب این دارو خوب نکرد، تقصیر دکتره یا تقصیر دارو هست یا تقصیر خود شخصه که اون ترتیبی که گفته شده رعایت نمیکنه. لذا نماز اگر نماز باشد، نماز اگر شرایط را داشته باشد، این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر باز می‌دارد. اما وقتی که ما رعایت نکنیم، نماز ما ظاهرا نماز باشد باطنا نماز نباشد، خب این نماز دیگه از فحشا و منکر باز نمی‌دارد. متوجه هستید؟ پس چرا بعضی نمازها باز نمی‌دارند؟ چون که در اون نمازها رعایت نشده اون آداب و شرایطی که الله فرموده. مثلا خدمت شما عرض میکنم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود نماز را طوری بخوان که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. نماز را طوری بخوان که خدا را طوری عبادت کن که خدا را میبینی، چون اگر تو نمیبینی او میبیند، او که میبیند. انسان اگر با این استحضار نماز بخواند همیشه مترصد است و همیشه احساس میکنه خدا منو میبیند، من خدا رو میبینم. این حالت برای بعد از نماز هم میماند، چون روز 5 بار طوری شما ادا میکنی که شما خدا رو میبینی، خدا شما رو میبینه. خب بین این نمازها هم این وضعیت میماند. این وضعیت که بماند، کسی وقتی که احساس کنه خدا منو میبیند او فحشا و منکر میکند؟ نمیکند. کسی که الله را استحضار داشته باشه نمیکند. پس این نمازش تنها عن الفحشاء و المنکر، نمازی که با شرایط باشه، نمازی که با رعایت آداب باشه، نمازی که حق نماز در او ادا بشه. لذا بعض و جواب دوم، که جواب دوم هم با همین جواب مربوط است. ببینید کسانی که نماز میخونند از کسانی که نمیخونند بهتر هستند یا نیستند؟ قطعا بهتر هستند. بعضی نمازگزاران هستند که الحمدلله هیچ گناه نمی کنند، خلاف نمی کنند، کلاهبرداری نمی کنند، دروغ نمیگند، اذیت و آزار نمی رسانند. بعضی کمتر می کنند نسبت به اونایی که اصلا نماز نمی خونند. پس تا حدی، چون که شرایط رعایت شده، تا حدی نماز مانع هست، بازدارنده هست. پس اینکه نماز بازدارندگیش چه زمانی کامل میشه؟ زمانی که شرایطش کامل میشه. این یک جواب بود که خدمت شما عرض کردم. بازدارندگی بستگی دارد به رعایت آداب و شرایط. دوم، جواب دوم اینه که اینجا خدای عزوجل نهی فرموده، تنها نهی مستلزم انتها نیست. از نهی انتها لازم نمیاد، از نهی انتها لازم نمیاد. ببینید شما را پدر میگه، استاد میگه که خلاف نکن، این نهی او هست. اما بعضی خلاف میکنند. ببین
هر چی که او میگه نکن انتها لازم نمیاد. بعضیا باز میآیند ولی بعضی دیگه رعایت نمی. پس از نه انتها لازم نمی. اینجا الان چی گفته قرآن؟ ان الصلاة تنها، یعنی نماز نهی میکنه شما. نماز که میخوانی، نماز بهت میگه ای بنده صالح دیگه فحشا و منکر نکن. نماز داره نهیت میکنه، داره دستورت میده نکن. ولی خب بعضی ها میکنند، بعضی ها به حرف نماز گوش میکنند. متوجه شدی؟ پس از نهی نماز انتها و باز آمدن لازم نیست. بعضی ها باز میایند ولی بعضی باز نمیایند. ولذکر الله اکبر، ذکر الله از همه چیز بزرگتر است. ذکر الله بعضی گفتند عمومی هست، شامل نماز میشه، شامل غیر نماز. بعضی گفتند نه همین نماز مراد است، همین نماز مراد است. ولذکر الله اکبر، ذکر الله عزوجل از هر چیزی بزرگتر است. والله یعلم ما تصنعون، الله میدوند اون چیزی که شما انجام میدید. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. اینجا روش برخورد با اهل کتاب هستند، چون مخالفان مختلفند، هم مشرکین هم کفار هم اهل کتاب. ولا تجادلوا اهل الكتاب، شما جدال نکنید با اهل کتاب الا بالتي هي احسن، مگر با همون خصلت و با همون روش و طریقی که بهتر باشد، مهذب باشد. الا الذين ظلموا منهم، مگر آنهایی که ظلم کنند ستم کنند از آنان. و قولوا آمنا بالذی، منظور اینه که هیچ وقت توهین نکنید چون ما به اونها ایمان داریم کتاباشان. و قولوا آمنا بالذی انزل الینا، بگویید ما ایمان آوردیم به اون کتابی که نازل شده به سوی ما. و انزل الیکم، به سوی شما نازل شده. و الهنا و الهکم واحد، معبود ما و معبود شما یکی هست. و نحن له مسلمون، ما فقط و فقط تسلیم همون یک معبود هستیم، ما فقط همون یک معبود را عبادت میکنیم. و كذلك انزلنا الیک الكتاب، این کاف برای بیان کمال است، بازم ترغیب اهل کتاب است. یعنی از کمال هست که ما نازل کردیم به سوی تو این قرآن را. فالذین آتیناهم الكتاب یؤمنون به، کسانی که ما به اونها کتاب دادیم اونها ایمان میارن به قرآن، هم صالحین اهل کتاب. و من هؤلاء من یؤمن به، اون اهل کتابی که شما تازه هجرت میکنید پیش اونها میرید، بعضی از اونها ایمان میآورند. اشاره به کسانی که بعداً ایمان میارن، عبدالله ابن سلام و اعوانه. اما از باشندگان مکه هم یک دست ایمان آوردند که بعدا هجرت کردند. و من هؤلاء یعنی اهل مکه. و من هؤلاء من یؤمن به، از اینها هم کسانی هستند که ایمان میآورند به این کتاب. و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، آیات ما را انکار نمی کنند مگر کافران، کسانی که در ازلشون کفر باشد اونها انکار می کنند، اما اهل ایمان نمی کنند. و ما كنت تتلو من قبله من کتاب، اینجا سوال و جواب هست و دلیلی هست برای صداقت و حقانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ببینید عمده‌ترین دلیل اینه که این پیامبر نه به مکتب رفته، نه درس خوانده، سواد آموخته، نه پیش استادی زانوی شاگردی زده، نه یک خط حتی نوشته، ولی این مطالب زیبا، مطالب علمی، مطالب پر از موعظه. قرآن دیگه شما میدونید چه مطالب زیبایی دارد، از قصص و عبر گرفته تا مواعظ و حکم، تا عرض کنم قوانین و ضوابط، تا پیشگویی درباره آینده، تا اخبار گذشتگان. چه مطالبی دارد که همه مطالب بهترین. لذا الله می فرماید و ما كنت تتلو من قبله من کتاب، شما تلاوت نمی کردید قبل از این که هیچ کتابی را، هیچ وقت شما کتاب نخواندید، تاریخ نخواندید، تورات و انجیل را هم بلد نبودی.
ولا تخطه بيمينك لا تكتبه یعنی با دستت هم هیچی نمی نوشتی. اذا لارتاب المبطلون در این هنگام شک می کردند اهل باطل، ولی اینا نیست که اونا شک بکنن، جای شک هم وجود نداره، ولی باز هم اونا انکار میکنن. بل هو آیات بینات، بلکه در واقع اینها آیاتی هستند، آیات روشن و بینه. فی صدور الذین اوتوا العلم، در دل کسانی که علم داده شدند. یعنی الله تعالی این آیات را، بینات بودنش را چه کسانی میفهمند؟ اهل علم، اهل دانش. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، آیات ما را انکار نمی کنه مگر ظالم ها، مشرک ها. اهل ایمان، اهل علم انکار نمی کنه. حال خدای تعالی انتقاد دیگر از انتقادات اونها را ذکر میکنه، جواب میده، سرزنش بر اونها میگفتند خب معجزه‌ای که ما میخواهیم چرا نمیاد؟ وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه، چرا نازل نمیشه بر او آیات و معجزات مقترحه و مطلوبه از جانب ربش؟ قل انما الآیات عند الله، به آنان پاسخ بده که آیات و معجزات فقط و فقط پیش الله هستند، من مختار نیستم. و انما انا نذیر مبین، من ترساننده آشکار هستم، من از عذاب خدا بیم میدم. کار من اختیار در معجزات نیست، تصرف نیست در آیات الهی، اون کار الله است. اولم یکفیهم، الله تعالی میفرماید آیا همین معجزه قرآن کافی نیست؟ همین الان خواندیم که این پیامبر قبلا هیچ کتاب نخوانده، هیچ مکتوبی نداشته، پیش هیچ استادی نرفته که شک بکنن شک کنندگان. با وجود این چنین کتاب جامع، چنین کتابی که دارای این همه محتوا هست، همین آیه کمی هست؟ همین آیه کفایتشون نمیکنه؟ اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم، آیا اونها را کفایت نمی کند؟ آیا بسشون نیست انا انزلنا علیک الکتاب، این که ما نازل کردیم بر تو کتاب را، یتلی علیهم که این کتاب بر اونها تلاوت میشه. ان فی ذلک لرحمه و ذکرى لقومه یؤمنون، همانا در این رحمت است، به اعتبار تعلیم احکام رحمت است و پند است برای اهل ایمان، لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان بیارن. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی، این دلیل دوم رسالت. ببینید دلیل اول رسالت خود قرآن است. واقعا قرآن معجزه بزرگی برای رسول الله است. شما تمام ابعاد قرآن را، بالخصوص این بعد تحدیش را که 1500 سال پیش اعلام شد بیارید، مثل این یک سوره بیارید، تا به امروز این تحدی وجود دارد، نتونستند. پس این دلیل محکمی برای رسالت است. و دلیل دوم خود الله گواه است. ببینید گواهی الله، کسی شاید بگه که ما نشنیدیم، کجا خدا گفته؟ همین که خدای عزوجل کار پیغمبر را به پیش میبره، همین که روز به روز یاریش میکنه، همین که با وجود اینکه هیچ امکاناتی نداشت تمام دنیا را مسلط شد، نه شرق و نه غرب، در تمام جا دینش گسترش پیدا کرد، خب همین گواهی خدا است، خدا داره به پیش میبره. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، بگو کافی است الله بین من و بین شما به عنوان گواه. یعلم ما فی السماوات والارض، الله میداند آنچه که در آسمان هاست
و آنچه که در زمین است همه را میداند. والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله، آنهایی که ایمان آوردن به باطل ایمان آوردن و کفر کردن به الله، مثل همین مشرکین. اولئک هم الخاسرون، اینها زیانکارند، اینها ضرر کردند. و بعد الله تعالی میفرماید درباره اینها که برای عذاب هم عجله دارند. و یستعجلونک بالعذاب، چون ایمان نداشتند، وقتی که تهدید میشدن به عذاب میگفت خب عذاب زودتر بیار. خب چرا خدا عذاب نمیاره؟ اونا وقتی که خودشون عذاب میخواند، خودشون خواهان هستند، الله جواب میده ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. اگر مدت معین نبود که مدت عذاب مشخصه، تاریخ عذاب معلومه، اگر اون نبود الله نظمی داره در دنیا، اگر اون نبود لجاءهم العذاب، عذاب پیش اونها می آمد. اما وقت موعود هم میاد، ولا یأتینهم بغتة و هم لا یشعرون، ناگهان میاد اونها نمیدونن. ناگهانش یا یوم القیامه هست یا یوم بدر است. ظاهر این چون که بحث در عذاب در دنیا بود، یوم بدر هست. چطور ناگهان آمد؟ اصلا اونا فکرش را نمی کردن. یهو خبر شدن جلوی ابو سفیان را میخوان بگیرن، حرکت کردن. بعدا ابو سفیان گفت خطر رفت شد، گفت نه ما میریم. تو بدر خدای تعالی آورد در خوابشون، در چشمشون، در دیدشون، مسلمانان را کم نشون داد. آمدن تا اینکه خدا عزوجل اینجا ریشهشون را زد، کمرشون را شکست. همین ناگهان آمد، از قبل اصلا فکرش را نمی کردن. یستعجلونک بالعذاب، باز هم سرزنش و تخویفه. عجله میکنن برای عذاب، از شما مطالبه میکنند و عجله میکنن عذاب را. عذاب الله میفرماید و ان جهنم لمحیطة بالکافر. غیر از عذاب دنیا، عذاب آخرت، جهنم احاطه کننده همه کافران است. اون روزی که جهنم بیاد، یوم یغشاهم العذاب من فوقهم، روزی که تحت پوشش قرار میده اونها را عذاب از بالای سرشان، و من تحت ارجلهم، از زیر پایشان، و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. الله به اونها میگه، به کفار، بچشید اون چی که شما عمل میکردید. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون. بعد از این الله عزوجل خطاب میکند. اینا اهل مکه بودند، هم انکار میکردند رسالت را، هم انکار کردند توحید را، هم عذاب خواستند، هم معجزه خواستند. حالا خطاب به مؤمنین هست که در مکه گرفتارند، در مکه هستند. الله تعالی اونها را میگه شما هجرت کنید، شما دیگه اینجا نمانید، اینجا دین شما در خطره. یا عبادی، این شرافت اول است که الله تعالی میگه بندگان من. یا عبادی الذین آمنوا متصف به صفت ایمان میکند، این شرف دوم است. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، سرزمین من، بلاد من وسیع است. برید یک جایی که فقط مرا عبادت کنید. فایای فاعبدون، فقط و فقط مرا عبادت کنید. معلوم میشه که عبادت خدا اینقدر اهمیت داره و ارزش داره که انسان ترک بکنه وطن را بره خدا را عبادت کنه، نه برعکس. بعضی ها وطن را ترک میکنن برای رفاه، و وقتی برای رفاه میرن اونجا عبادت میسر نمیشه، عبادت انجام نمیگیره، چون زمینه عبادت نیست، چون عرض کنم که شرایط عبادت وجود نداره. لذا اینا برعکس این آیه دارن عمل میکنند. کل نفس ذائقة الموت. ربطش را بعضی اینطور گفتن که ما اگر برای چی بریم، برای دین خدا بریم هجرت میکنیم، خب از احبابمون جدا میشیم، از دوستانمون، از خویشاوندانمون، از کسانی که دوستشون داریم. الله میفهمه اگه امروز جدا نمیشی فردا با مرگ مگه جدا نمیشی؟ کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت هست. اگر به خاطر جدا شدن
جدا نشدن هجرت نمی کنی، خب بالاخره مرگ شما را جدا می کند. پس بهتر نیست به خاطر خدا از هم دیگه جدا بشید، برید دینتون را حفاظت کنید. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. سپس فقط و فقط به سوی ما برگردانده می شوید. وقتی که به سوی پروردگار برگردانده شوند، اونجا بشارت هست برای کسانی که ایمان عمل صالح داشت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لنبوئنهم من الجنة غرفا، حتما اونها را ما جای میدهیم از بهشت ساختمان های غرف. اتاقها را میگن که سر به سر باشند، اتاقهایی که سر به سر یعنی چند طبق باشند. تجری من تحتهم الانهار، از زیر درختها و از زیر اون ساختمان هایش نهرها جاری است. خالدین فیها، همیشه در آن ماندگار هستند. نه اونجا موتی هست، نه اونجا انتقالی از جای دیگه منتقل میشن. نعم اجر العاملین، بسیار زیباست اجر و پاداش عمل کنندگان، اونایی که عمل میکنن. این عاملین کیا هستند؟ الذین صبروا، آنهایی که بر مصائب صبر میکنند، آنهایی که در راه هجرت صبر میکنند. و علی ربهم یتوکلون، و فقط بر ربشان توکل میکنند. و کأی من دابت، این جواب شبهی هست، خوب دقت کنید، اینم درباره هجرت است. الله میفرماد خیلی از چارپایان و حیوانات هستند که رزقشون را با خودشون نمیبرند. اصلش تفسیر مدارک، بعضی دیگه تفسیرها نوشته که وقتی رسول الله دستور هجرت دادن، چون این سوره خدمت شما عرض کردم آخری سوره بود که نازل شد در مکه، 85مین سوره است، بعد از اون دیگه سوره های مدنی. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور هجرت دادن، بعضی ها بحث فقر را، بعضی بحث مال را ذکر کردن. ما خوب هجرت بکنیم چه بخوریم، چه بپوشیم، از کجا بیاریم. لما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسلم من مکه بالهجره، وقتی که رسول الله دستور دادن کسانی که ایمان آورده بودن که شما هجرت کنید، و خاف الفقر و الضیعه، اونا از فقر و از ضایع شدن و تلف شدن ترسیدن، فنزلت، این آیه نازل شد. الله میفرماید همین حیوانات ببینید، حیوانات هر جا میرن مگر رزق با خودشون دارند؟ هر جا میرن خدا همونجا حوالهشون میکنه. قبلا خدمت شما عرض کردم بعضی از این حیوانات اصلا بغیر از گوشت چیزی نمیخورند. گوشت شکار که شما تو سال نمیبینید، خدای تعالی هر روز شکمشون را سیر میکند. پس و کأی من دابت، چقدر از این چارپایان و حیوانات هستن که لا تحمل رزقها، رزقش را حمل نمیکنه. الله یرزقها و ایاکم، الله هست که به اونها هم رزق میده و به شما هم میده. واقعا الله تعالی اون چی که مقدر کرده عنایت میکنه. و چه بسا قبلا بعضی نمونه ها را ذکر کردم، افرادی هجرت میکنن خدا بهشون بهتر میده. خدا نشان میده که رزقی که مقدر است در سفر باشه، در حضر باشه، در وطن باشه، در هجرت باشه، خدا میده. و هو السمیع العلیم، اون ذات هر چیز را شنواست و بر هر حال عالم و آگاه است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، این دلیل عقلی هست، اما دلیل عقلی على سبیل الاعتراف من الخصم. الله تعالی می فرماید که از اینها بپرس خالق کیه؟ میگن الله. مدبر کیه؟ متصرف کیه؟ میگن الله. شمس و قمر را کی مسخر کرده؟ میگن الله. خب وقتی که همه چیز را قبول داری الله، چرا از عبادت الله منصرفی؟ چرا پس غیر الله را عبادت میکنی؟ وقتی خالق الله است فقط خدا را عبادت کن، وقتی رازق الله است فقط خدا را سجده کن. فانا یؤفکون،
کدام سمت و سو اینها چی میشوند؟ از توحید منحرف کرده میشوند، به انحراف کشیده میشوند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر بپرسی از اینها چه ذاتی آفرید آسمان ها و زمین را، اون آسمانی که از اون آسمان باران میاد و اون زمینی که از اون زمین نباتات و رزق شما رشد میکند، و سخر الشمس والقمر، و چه ذاتی هست که خورشید را و ماه را مسخر کرد تابع شما قرار داد، لیقولن الله، میگوین حتما الله است، حتما میگوین الله است. ببینید بعضی از مفسرین این را با آیه ما بعد و ما قبل به این صورت ربط دادن. بعد از این هم میاد الله یبسط الرزق، قبل از این هم بحث رزق بود، نه و کأی من دابة لا تعمل رزقها الله یرزقها. حال رزق را کی میده؟ الله میده. از اینها بپرس من خلق السماوات التي منها الامطار والارض التي منها النباتات، اون آسمانی که از اون آسمان چی میاد؟ باران میاد. اون زمینی که در اون زمین گیاهان میروید. و سخر الشمس، اون خورشیدی که التي منها النضاج، خورشید میتابد، عرض کنم میوه هست، حبوبات هست، همه چی میشه میرسند. التي منها النضاج. والقمر، ماه میاد، ماه وقتی که به این میوه بخورد و به این نباتات و حبوبات التي منها النماء، ماه هم تأثیرات خودش را دارد. تأثیر ماه اینه که رشد میکند، وقتی که ماه بر اونها بتابد رشد میکند. پس ببینید همه اینها برای چی مسخرند؟ برای رزق و روزی شما. بعضم شما از رزق میترسید؟ فانا یؤفکون، به کدام سمت اینها به انحراف کشیده میشوند؟ لذا الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. این دلیل دیگری بر توحید است یا مرتب بر گذشته میشه؟ بر دلیل گذشته. الله فراخ میکند رزق را برای هر کسی که بخواد از بندگان خودش، و یقدر له، تنگ میکند برای او. ان الله بكل شیء علیم، همانا الله نسبت به هر چیز علیم هست، آگاه هست. ولئن سألتهم من نزل من السماء، ببین همه دلائل در راسته رزق هستند، چون بحث هجرت تو بحث رزق هست. ولئن سألتهم، اگر از اینها سؤال کنی، من نزل من السماء، چه کسی از آسمان نازل فرمود ماء آب را، فاحیا به الارض من بعد موتها، زنده کرد به وسیله همین آب زمین را بعد از مردنش، بعد از اینکه زمین خشک شده. لیقولن الله، اینها حتما خواهند گفت الله، میگویند، اعتراف میکنه الله. پس وقتی که اونها قبول میکنن، قل الحمد لله، پس بگو تمام مدح و تعریف و ثنا برای الله است. بل اکثرهم لا یعقلون. با وجود این همه دلایل اکثر اینها عقل ندارن. چرا؟ به خاطر همین تناقض گویی. از یک طرف میگه الله، از یک طرف میره غیر الله را پرستش میکنه. خب این تناقض دیگه، این از بی عقلی و بی خردیش است. و ما هذه الحیات الدنیا، این علت لا یعقلون است. انسان که گرفتار دنیا بشه و مطمع نظر اون، مد نظر اون زندگی دنیا بشه، اون وقت این انسان مسیر را اشتباه میبرد. لذا الله تعالی در اینجا تزهید من الدنیا بیان میفرماید که به دنیا دل نبند. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، نیست این زندگی دنیا مگر لهو است و لعب هست، مگر بازی، مگر بیهودگی و بازی چه هست. و ان الدار الاخرة لهی الحیوان، همانا دار آخرت، اون دار حیات است، زندگی همیشگی هست،
زندگی اصلی است. لو کانوا یعلمون، کاش میدانستند، کاش اینها میدانستند که این دنیا وفا ندارد، این دنیا بقا ندارد، دوام ندارد. برای اونجای آمادگی میکردن که دوام و بقا و وفا در اون آخرت است. و بعض خدای تعالی سرزنش میکنند مشرکان را، اینها که این همه دلائل توحید برایشون گفته شد و خودشون هم دلائل توحید را همیشه میبینند، سوار کشتی میشند، وقتی که مشکلات بزرگ میاد، خطر بزرگ میاد، اونجا خودشون میدونند و میگویند که خدایان ما هیچ چی نمی کنند، اما وقت اونجا فقط خدا را صدا میزنند، اما وقتی خدا نجاتشون میده دوباره شرک میکنند. فاذا ركبوا في الفلك، هرگاه سوار میشوند در کشتی، دعوا الله مخلصین له الدین، صدا میزنند الله را در حالی که خالص قرار میدن برای او. صدا زدن را مخلصین له الدین ای مخلصین له الدعاء. قبلا درباره دین و اقسام دین عرض کردم چند معنا دارد. فلما نجاهم الى البر، زمانی که الله اونها را نجات میده به خشکی، به سوی خشکی، اذا هم یشرکون، دوباره اونا شریک میگیرند و برای شرکشون توجیه میکنند. شریک میگن لیکفروا بما آتیناهم، من عاقبت این میشه، نتیجه شرک اینه که شرک ناسپاسی هست به خدا و به اون نعمتی که خدا داده. لیکفروا، تا اینکه کفران کنند، ناسپاسی کنند به اون چیزی که الله داده. ولیتمتعوا، تا اینکه بهره بگیرند از همین زندگی دنیا. فسوف یعلمون، ان قریب اونها میدانند. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. خداوند اینجا سرزنش میفرماید و دلیل دیگری و لطف دیگری که خاصتا در حق این هست. الله ذکر، شما اهل مکه نمیبینید در تمام دنیا مردم امنیت ندارن، شما امنیت دارید. همه جا چپاول است، همه جا غارتگری هست، اما کسی جرأت نمیکنه به بلاد حرم چپ نگاه بکنه، چون میترسند نتیجه ابرهه را شنیدند. لذا این نعمت خدا بر شماست، شما چرا سپاسگزاری نمی کنید؟ اولم یروا، آیا نمی بینند انا جعلنا حرما آمنا، ما قرار دادیم این را حرمی امن، در حالی که و یتخطف الناس من حولهم، مردم از اطرافش ربوده می شوند، ربایش انسان ها کشته می شوند، مالشون غارت میره، چپاول میره، ولی اینا را خدا به خاطر این مرکز توحید حفاظت کرده. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون، آیا اینا به باطل ایمان میارند؟ باطل چیه؟ کفر، شرک. و به نعمت خدا، نعمتهای خدا را ناسپاسی میکنن، ناشکری میکنن. همین نعمتها که خدای تعالی خلقشون کرده، رزقشون میده، امنیتشون داده، سلامتشون داده، اینا را همه را ناسپاسی میکنند. این کار میکنه، از اینها ظالمتر کسی نیست، از اینها ستمگرتر کسی نیست. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا، چه کسی ظالمتره از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ. او کذب بآیاته لما جاء، افترایشون چی بود؟ افترایشون این بود که غیر الله را عبادت میکردن، میگفتن خدا به ما دستور داده. فرشتگان را عبادت میکردن، میگفتن اینا دختران خدا هستند. بت‌ها را عبادت میکردن، میگفتن معاون و نائب خدا هستند. همون چیزی که اهل خرافات امروز میگن. بعضی از انسانها را صدا میزنن، فریاد میزنن، میگه در این منطقه خدا به اینها تصرفات داده. این افتراء علی الله کذب امینه. او کذب بآیاته او کذب بالحق لما جاء، یکی از کذب، یکی از تکذیب، هر دو را دارند. یا تکذیب میکنه آیات، تکذیب میکنه حق را وقتی که پیشش آمده. حق مراد چی است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا قرآن. او کذب بالحق بالرسول او بالقرآن، تفسیر ابو سعود نوشته.
الیس فی جهنم مثوی للکافرین، آیا جهنم نیست مگر جایگاه چنین کافرینی؟ چرا هست. کسی که اینقدر کفر کند، هم به توحید کفر کند، هم به رسالت کفر کند، هم به آخرت کفر کند، بغیر از جهنم دیگه جایی برایش وجود ندارد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما در پایان الله تعالی قاعده بیان می کند، کسانی که مجاهده می کنند و جهاد می کنند در راه ما، لنهدینهم سبلنا، حتما ما هموار می کنیم برای اونها راه های هدایت اون مسیرهایی که به خدا منتهی میشه، به خدا میرسه. ببین جاهدو این عام هست، هر مجاهده ای را شامل میشه. شما در هر مسیری جد و جهد کنید، تلاش کنید، نتیجه را میگیرید. جاهدو شامل جهاد هم میشه، گرچه سوره مکی هست ولی قاعده کلی هست. هر کسی که جهاد بره و تلاش کنه خدا راه پیروزی را برش هموار میکنه. جاهدو کسی که راه علم را انتخاب بکنه، در این راسته تلاش کنه، کوشش کنه، بالاخره خدای تعالی راههای رسیدن به اون علم والا را برش فراهم میکنه. جاهدو تبلیغ، اگر این انسان مجاهده کنه، تلاش کنه، فعالیت بکنه، الله تعالی اون چیزی که باید بشه، یعنی هدایت انسانها، هدایت عامه، اون را فراهم میکنه. در هر مسیری که مجاهده کنی شرط مجاهده هست. شرط چیه؟ مجاهده از ماده جهد است، یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را اذیت کردن، نه اینکه کار را به صورت عادی و به صورت عرض کنم روال عادیش انجام بدی. نه، باید قربانی بدی، خودت را بیخواب بکنی، خسته بکنی، خودت را به زحمت بیندازی، رنج بکشی. اینا هستن مجاهده. برای هر کاری اگر مجاهده بشه نتیجه بیست، نتیجه مطلوبه. لذا الله می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، آنهایی که مجاهده می کنن فینا ای فی شأننا، درباره ما، در رابطه برسیدن به ما، لنهدینهم سبلنا، همانا ما حتما یا سوگند بذاتم ما فراهم میکنیم برای آنها راههای رسیدن به ما را. و ان الله لمع المحسنین، همانا الله همراه است با مخلصین. چطور همراه است؟ معیت از نظر مکانی نیست، بلکه معیت از نظر قرب و رضا هست. لمع المحسنین به اعتبار چی؟ به اعتبار قرب و رضا، یعنی خداوند عزوجل با محسنین، با مخلصین هست، یعنی قرب خدا را حاصل میکنند، رضای خدا را حاصل میکنند، خوشنودی پروردگار را حاصل میکنند. صدق الله مولانا العظیم. ان شاء الله که امروز